الله الرحمن الرحیم. با سلامی سرشار از محبت و سپاس از شما هموطنان و بینندگان عزیز، به ویژه عزیزانی که با فدا کردن جان خودشون، با فدا کردن آسایش خودشون برای ایرانی آزاد در آینده تلاش میکنن. خودشون، فرزندانشون، خانوادهشون و همه عزیزانشون رو به خطر میندازن و پای مرگ و شهادت می ایستن تا ایران رو از چنگال این دیو ضحاک صفت نجات بدن. سوال اول امروز ضمن عرض سلام با آقای رئیسی و آقای بهشتی، هر دو مهمان عزیزمون، ابتدا از آقای رئیسی این سوال رو مطرح میکنم. امروز خبرگزاری ها گزارش های تکان دهنده ای از خیزش مردم زاهدان داشتن. آقای رئیسی عزیز، دوست دارم اونچنانی که شما تا به حال اخباری که دریافت کردید از زاهدان برای ما و بینندگان به طور مفصل و دقیق توضیح بدید که چه اتفاقی امروز در زاهدان رخ داد بعد از نماز جمعه مصلی مکی. بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز، مهمان گرامی. خب همونطور که همه میدونیم، پس از اون جمعه سیاه بلوچستان در تاریخ 8 مهر ماه، فضای شهرهای بلوچستان به شدت امنیتی شده بود. البته این وضعیت قبلا هم وجود داشت، منتها شدت بیشتری پیدا کرده بود. حتی در اون روزهای ابتدایی تجمع 2 نفر و 3 نفر هم تقریبا غیر ممکن بود در شهر زاهدان و مردم الان تنها راهی که برای تجمع میتونن انتخاب کنن جمعه ها هستند. در روزهای اخیر فراخوان‌های مردمی خیلی زیادی از داخل بلوچستان، شهرهای مختلف، اعلام شده بود که جهت اعتراض به جمهوری اسلامی به نماز جمعه بیان و پس از آن در تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند. همونطور که ما در هفته قبل دیدیم، مردم شعار دادن بر علیه جمهوری اسلامی و مردم حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. اما امروز با حضور بی سابقه ای ما شاهد حضور بی سابقه ای از مردم بودیم که اومدن در مقابل کلانتری 16 که در نزدیکی اون مصلی و مسجد مکی هست ایستادند و شعار دادند. بیشتر شعارهایی که مردم دادند، از جمله مهمتریناشون میشه به مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی، اتحاد و از زاهدان تا تهران، خونین بلوچستان، شعارهای مشابه این رو سر دادن که میشه از اینا نام برد. به دنبال این تجمع مسالمت آمیز که هیچ گونه خشونتی از هیچ فردی اونجا مشاهده نشد، متاسفانه بنابر عادت جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر و نظامی و امنیتی به خیابان‌های محل تجمع اعزام شدند و درگیری‌هایی رو اونجا با معترضین ایجاد کردند. گزارش‌هایی به دست اومده که تعدادی از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تا همین چند لحظه قبل که من بیام برنامه شما، از زاهدان خبر اومد که بیشتر این بازداشت‌ها در تقاطع خمینی و سعدی با خیابان امیرالمومنین انجام شده. بر اساس شواهد منابع موثقی که من باشون صحبت کردم، شمار بازداشتی‌ها بسیار زیاد بوده، از 50-60 نفر عبور کرده. در واقع بازداشت‌های کوری بوده که توسط نهادهای امنیتی اونجا انجام شده. هر کسی رو که می‌دیدن لباس بلوچی بر تن داره، متاسفانه حتی کسایی که اصلا در تجمع نبودن، کسایی که کنار خیابون تماشاچی بودن هم، ولی چون لباس بلوچی تن داشتن، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن. فضای شهر الان به شدت ملتهب هست. امکان اینکه این تجمعات، این اعتراضات در شب ادامه داشته باشه همچنان وجود داره و موضوع بعدی اینترنت که هست که همیشه جمهوری اسلامی تلاش کرده که ارتباط مردم رو با یکدیگر قطع کنه. اینترنت قبلا هم اختلال داشت، سرعتش بسیار پایین بود، منتها امروز بعد از تجمعات و اعتراضات امروز به شدت کاهش یافته سرعتش.
خب آقای رئیسی، یه نکته‌ای که اینجا مطرحه، توی فیلم هایی که ارسال شد مردم در سیستان بلوچستان یک تابو شکنی واضحی داشتن. مرگ بر خامنه ای، ابتدا با مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر بسیج، در حالی که بین برخی از همین بلوچ‌های عشایری هم ما شاهد وجود بسیج عشایری هستیم که لب مرزها جنایت انجام دادن و مخبری کردن. چگونه می‌بینی؟ یعنی ما اخباری داشتیم که بسیجی‌های بلوچ ریزش کردن خیلی زیاد، و از طرف این نوع تابو شکنی و این شعار برای نمازگزارانی که از مصلی مکی بیرون میان با اون جمعیت انبوه که واقعا برای همه شگفت انگیز بوده این جمعیت که یک پارچه این صدا رو بدن، این رو چگونه می‌بینی که این گونه این فریاد را افتاده؟ ما در سال 72 فریاد مرگی رو نداشتیم، اونقدر کشتار خونین داشتیم در مسجد مکی، یا در 3 هفته پیش فقط یه سری اعتراضات در ارتباط با جریان چابهار بود و بحث مهسا بود دیگه، زن زندگی آزادی. ولی امروز صراحتاً بحث مرگ بر خامنه ای رسما این از بلوچستان بلند شده. یعنی مرگ یعنی شوخی مسئله کمی نیست، یا انتقام خون شهدای خودمون رو میگیریم. دیدگاه چیه در این نوع فریاد همصدایی که تا به حال در بلوچستان فرو خورده شده بود و الان بعد از 43-4 سال این خودشو نشون میده؟ رئیسی، در طول این 4 دهه‌ای که جمهوری اسلامی در بلوچستان حکومت کرده، در ایران حکومت کرده، ما شاهد بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها بر ملت بلوچ بودیم. از بیکاری گرفته، از بازداشت، اعدام، تیراندازی‌های بدون ضابطه، بدون فراقانونی که انجام دادن. ما شاهد بودیم که سالانه مثلا بیش از 100-200 نفر فقط کشته‌هایی بودن، شهروندانی بودن که توسط نیروهای نظامی و امنیتی با تیراندازی مستقیم کشته می‌شدند. حالا اعدام‌ها، بازداشت‌ها، زندانی‌هایی که اونجا اتفاق می‌افته متأسفانه، اینها همگی جمع شده. مردم بلوچ الان بیدار شدند، آگاه شدند، به این موضوع پی بردند که دقیقاً دشمن کیست، چه کسی باعث شده که یک همچین وضعیتی ما در بلوچستان شاهد باشیم. شاهد بیکاری، فقر، محرومیت، همه اینا عمدی بوده. مردم بلوچ الان متوجه این موضوع شدند که جمهوری اسلامی بانی و باعث همه این مشکلات و معضلات هست. بنابراین با اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده بلوچستان رو به نحوی اون فضای امنیتیشو نگه داره، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی به شدت اونجا سرکوب میکنن. ما شاهد بودیم که مثلا در اعتراضات اخیر، نمونه آخرش هست که ما در طول 2 هفته ممکنه کل تمام کسایی که در اعتراضات کشته شده بودن به اندازه 2 ساعت اعتراض مردم بلوچ نبودن. از اینجا متوجه میشیم که جمهوری اسلامی یک نگاه خاص و به شدت نژاد پرستانه‌ای نسبت به ملت بلوچ داره و همه اینا باعث شده که مردم متوجه بشن و شعارها و اعتراضاتی که انجام میدن در راستای برداشتن جمهوری اسلامی از سر راه است. بله، خیلی متشکرم. با ما همراه باشید آقای رئیسی. آقای رئیسی، من چند تا مسئله هست که لازمه که از شما به عنوان یک شهروند بلوچ بپرسم، با توجه به اینکه ظلمی رو که شاید در بلوچستان هموطنان عزیز بلوچ ما تحمل کردن بالاتر از یک ظلم مضاعف باشه. یعنی حداقل چند برابر ظلمیه که هموطنان دیگه ما در ایران اون رو تحمل کردن. و من متاسفانه دیشب به همین فکر می‌کردم که چرا در بلوچستان به ویژه ما شاهد این چنین فقر و بیکاری و عقب ماندگی و بالاخره مشکلات خاصی که شاید در جای دیگه ایران باشه، جای دیگه ایران باشه، مشاهده نکردیم و مشابه این رو در برخی از مناطق شاید فلاکت زده و فقر زده افریقا که راستشو بخوای من وقتی بررسی میکنم به این وضعیتی که در بلوچستان ایران دارم شاهد میبینم نبوده. یعنی تنها این مشکلات بر نمیگرده به همین ریشه های 43-4 سال، بلکه یک بستری در گذشته داشته. اما
یک نکته هست آقای رئیسی، حالا آقای وحید بهشتی هم اینو بشنون برام جالبه. دوستی داشتیم یه روز تعریف میکرد، میگفت در فلک فلسطین زاهدان یک خونه‌ای بود از هموطنان بلوچ، حالا نمیدونم به چه علت نیروهای ویژه سپاه اونو محاصره کرده بود. ماجرا مال حدود 30 سال قبله، 25 سال قبله. میگه خونه ما که منم اونجا با خونه خواهرم زندگی میکردم چسبوده بود به این دیوار این خونه. تو اون خونه مرد خونه بودش و 2 تا پسر داشت و همسرش بود ظاهرا. حالا ای بچهای دیگه هم داشت، اونو دقیقاً نمیدونستن. میگفت اینا اومدن خونه رو محاصره کردند و تیراندازی شروع شد. تیراندازی شروع شد و از هر جهت سعی کردن این خونه رو تحت محاصره قرار بدن و مشخص بود در داخل خونه 3-4 نفر مقابله میکردن در برابر نیروهایی که بهشون حمله شده بود. من نکته‌ای که اینجا برام هست، اول این مسئله رو حالا داشته باشید، قصه رو تا همینجا، تا من یک داستانی رو بگم بعد به این مسئله برسیم. میگن امام حسن بصری رحمت الله علیه رفت دید کسی رو دار زدن. گفتن چرا دار زدی امام حسن بصری رو دار زدن؟ آقا این اینقدر دزدی کرد دیگه امان ما رو از این منطقه بریده بود دیگه دیدیم هیچ حکمی براش نمونده جز دار زدن، زندانش کردن فلان، دیدیم دست بردار نیست. امام حسن بصری گفت باری کلا، دست درد نکنه، آفرین بر تو. پیروانش گفتن، شاگردانش، امام چی داری میگی؟ دزدی کرده، جنایت کرده، رازنی کرده. گفت نه، من آفرین بر استقامت و صبر و توانمندیش گفتم. این رو گفتم برای اینکه آیه رئیسی، آیه بهشتی هم حالا گوش میکنن اینجا رو بینندگان این رو بدونن. قبلا هم تو برنامه‌هام این رو گفتم، شاید 1 بار یا 2 بار دیگه. میگه در اون اثنا ما صدای اون زن رو شنیدیم، حالا مادر خونه بود هر کی بود، به شوهرش و پسرش گفت شما برید من وامیستم. اونا گفتن نگفت شما برید من وامیستم. اونها رو نجات داد و خودش تا صبح مقاومت میکرد و میگفت ما صدای تیری که به بدن این زن میخورد رو حس میکردیم تا تیری که به دیوار میخوره فرق میکنه. میگه دیوار به دیوار بودیم و این زن آخ نمیگفت. و صبح که وقتی وارد خونه شدن دیگه صدای تیر قطع شد، دیدن چندین گلوله خورده و این مقاومت کرده. همیشه زنان بلوچ به عنوان اسطوره مقاومت در تاریخ سرآمد بودن. منم خودم با چشمان خودم این رو دیدم. اگر چنین بانوان شجاعی نباشن، چنین فرزندان شجاعی رو به دنیا نمیارن. استاد من خدا رحمت کنه مولی عبدالملک که فکر میکنم هیچ وقت کسی به شجاعت اون ندیدم من در دل شهامتی که مولی عبدالملک ملازاده داشت، خدا رحمتش کنه. آخرم با گلوله از این دنیا رفت، سوراخ شد، همونطوری که لیاقتش بود. آیه رئیسی، ما میبینیم که بلوچستان زنان با وجود این که بالاخره مسائل مذهبی هست، مسائل قومی هست، مسئله فرض کنید تو خونه بودن، کمتر در بیرون حضور پیدا کردن، ولی زنها هم امروز فریاد مهسا میزنن. زنها هم امروز بعد از جریان چابهار صداشون بلنده و شعار نویسی میکنن، کلیپ میدن بیرون، در خیابان راه میفتن، همراه میشن با هموطنان. و این فریاد بانوان بلوچ و این شجاعت و حماسه‌ای که بانوان بلوچ ایجاد کردن در بلوچستان یک رنگ جدیدی رو در تاریخ این ایران به نظر من به ثبت رسونده. دوست دارم در این مورد اگر مطالبی دارید بفرمایید که برای ما و بینندگانمون شاید تازه باشه. بفرمایید آقای رئیسی. خب ببینید، توی بلوچستان همواره این ظلم و ستم بر مردم بلوچ بوده. همه اعتراضاتی که ما قبلا شاهد بودیم هم با وجود اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده اونها رو به هر حال همون کلمات جعلی مثل تجزیه طلب، معاند و یا به هر حال ضد انقلاب و فلان اینها معرفی میکرد تا بتونه زمینه سرکوب رو بهتر برای خودش باز کنه، اونجا به وجود بیاره. مردم بلوچ همواره سعی کردن اعتراضات خودشون رو به مدنی ترین شکل ممکن انجام بدن. نمونه ها شما امروز دیدیم، مثلا در همون جمعه سیاه در 8 مهر ماه هم ما دیدیم که این نیروهای امنیتی بودن، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی بودن که به سمت مردم شلیک کردن. بسیاری از کودکانی که اونجا بودند از ناحیه سر و قلب توسط تک‌تیراندازها مورد هدف گلوله قرار گرفته بودند. بنابراین اینا سناریوهایی هستند که جمهوری اسلامی همیشه دنبال کرده، تلاش کرده که مردم بلوچ رو به حاشیه ببره
با استفاده از ساخت مثلا فیلم های ضد بلوچی که تلاش کرده در اونها بلوچ رو اشرار معرفی کنه، قاچاقچی معرفی کنه، تروریست معرفی کنه، همواره تلاش کرده که به نحوی بلوچ رو منزوی کنه و بتونه به هر حال از منابعی که از در بلوچستان داریم، از دریایی که تنها منطقه‌ای هست که ایران رو میتونه به آبهای آزاد دنیا برسونه، از اونجا بتونه به نفع خودش استفاده کنه، در صورتی که مردم بلوچ اونجا در بدترین وضعیت زندگی، در فقر و محرومیت تحمیل شده اونجا دارن زندگی میکنن. مردم مجبورن سوختبری کنن، حتی همون سوختبری رو هم نیروهای امنیتی با گلوله پاسخ میدن. سالانه صدها نفر ما شاهد هستیم که کشته میشن، زخمی میشن از شهروندان بلوچ. در اعتراضات اخیر زنان هم نشون دادند که به طور کامل الان آگاهی پیدا کرده کل جامعه که دشمن ما جمهوری اسلامی هست. سیستمی که در طول این 4 دهه، بیش از 4 دهه حاکم بوده در ایران، تمام قوانینی که به هر حال تصویب کردن و اجرا کردن همگی نشان بر این بوده که تلاش بر این بوده که زنان رو، نصف جامعه رو کنار بگذارن. خوشبختانه الان داریم میبینیم که برادر مثلا یک مرد بلوچ برای دختری که مورد تجاوز یکی از همین نیروهای سرکوبگر قرار گرفته بود اومد بیرون، برای اون اومد اعتراض کرد. برای مهسا امینی که باز هم توسط نیروهایی که باید حافظ جان و مال مردم باشن کشته شده بود، به قتل رسیده بود، اومدن بیرون. همه این اعتراضات در واقع نشان میده که ما هم در این اعتراضات اخیر مردها از زنها دارن حمایت میکنن و زنها هم از مردان. این باعث شده که در اعتراضات اخیر زنان حتی نه تنها همراه باشن در اعتراضات، در خیابانا بیان حاضر بشن، دارن فراخوان میدن که باید اعتراض کنیم. خسته شدن، همه زنها خسته شدن و مطمئنا این نتیجه، این اتحاد، این با هم بودن زن و مرد در جامعه، در همه شهرهای ایران یک روزی به ثمر خواهد نشست و ما از جمهوری اسلامی رها خواهیم شد و آزاد خواهیم شد. بله، خیلی متشکرم. حالا من قبل از اینکه از آقای رئیسی سوالم مطرح بکنم، بیننده‌ای برای ما پیام داده، میگه سلام، خسته نباشه آقای احراری و مهمان گرامیتون آقای بهشتی، آقای رئیسی، در مورد زن بلوچ خاطره‌ای از طرف دوستتون تعریف کردید. بله آقای احراری، در یکی از روستاهای کنار زاهدان یک خانم شیرمرد چند مأمور مزدور رو به درک واصل کرد. مأموران میان برای دستگیر کردن یکی از مردهای همین روستا، اونجا نبوده. بعد رئیس پاسگاه از همین خانم میپرسه شوهراتون کجا هستن؟ اون جواب داده بوده نیستن. در جواب با دهن کثیفش میگه اونا نیستن، پس من شوهرتون هستم. یک خانم اسلحه برمیداره و همشون رو به درک واصل میکنه که این نکته خیلی قابل تأملی بود و بیننده ای از استان گلستان هم از سخنرانی مولانا گرگیش مطلبی رو برام اشاره فرستاده که انشالله ما فایل صوتی رو داشته باشیم. میگه ایشون 2 هفته‌ای بود بیمار بود و بالاخره در عین بیماری اون روز اومد به مسجد و نمازی که ایشون خوند و بالاخره سخنرانی کرد. به شدت ایشون از مردم حمایت کرد و به شدت محکوم کرد کشتار زاهدان رو و گفت حق مردمه که اعتراض بکنن و رو به آقای رئیسی کرد، گفت تو که به مردم میگی مگس و این رو بدون که همین مگس ها به شما رأی دادن و متاسفانه انتخاب مگس هم همینه دیگه. میدونید که مگس جای کجا میشینه دیگه. با این طعنه و با این عنوان اینو مطرح کرد. آقای رئیسی عزیز، در جمعه خونین زاهدان که مردم آمادگی نداشتن، جمعیت اندکی هم اونجا شعار میدادن، خب اینها نامردانه، ناجوانمردانه، یعنی بزدلانه، متوحشانه اون چنین مردم رو به خاک و خون کشیدن، حتی بانوان هم شهید شدن. اما امروز که این جمعیت انبوه از مصلی بیرون اومد و به خیابانهای متعدد زاهدان
وارد شد با اون شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، با وجود اینکه اینها روی پشت بام ها هم بعضی جا فیلم ها بود که مستقر بودن، اما تا این لحظه ما اخباری از این که شهامت کنن دست به کشتار بزنن نبوده. دیدگاه شما چیه که چرا امروز این وحشت در سر و پای دل اینها افتاده بود؟ چون من شنیدم غیر از مسجد مکی پیام دادن در جاهای دیگه هم در زاهدان که نماز جمعه خونده شده، مردم از نماز که بیرون اومدن همین شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی رو دادن. در این مورد دوست دارم نظر شما رو بدونم آقای رئیسی، و به عنوان آخرین مطلبی که در خدمتتون هم هستم، در پایان صحبتتون اون چیزی که لازم میدونید به هموطنان بلوچ ما، جوانان ما، مردان، زنان بگید لازم هست. بالاخره یک سلاحی که الان همه دارن همین گوشی‌های تلفنه. اون چیزی که لازم میدونید بالاخره بفرمایید که بچه‌های ما بتونن بهتر عمل کنن. در خدمت شما هستم آقای رئیسی. درسته. امروز اعتراضاتی که شروع شد از مصلی و خیابان خیام و حوالی مسجد مکی بود شروع شد. منتها اعتراضات فراخوان‌ها به نحوی گسترده بود که اعتراضات رو به سایر خیابان‌های منتهی به این محل‌ها هم رسوند. در مناطقی مثل کوثر، مثل بعثت، مثل شیرآباد ما شاهد بودیم که اعتراضاتی هستند. منتها به دلیل همون اختلالی که در اینترنت به وجود آوردن ممکنه ویدیوها کمی دیرتر به دست ما برسه، ولی منابع موثق گفتند که در مناطق دیگر شهر هم اعتراضاتی صورت گرفته. من به نظر من یک نکته‌ای که اینجا باید بهش بپردازم اینه که مردم از جمهوری اسلامی در وهله اول این اعتراضات در همون ابتدا سعی کرد که به هر حال با توجه به همون عناوین و به همون سیاستایی که همیشه داشته سعی کرد این اعتراضات رو به یک در واقع به یک چیزی غیر از اون چیزی که مردم میخوان برسونه. میخواست مثلا اونو به تجزیه طلبها ربط بده و یا مثلا به کسانی که در خارج هستن، در صورتی که این اعتراضات کاملا مردمی بوده. همین الان هم اعتراضات اگر ادامه داره، همه اینا باعث شد که مردم آگاهتر بشن. مردم در طول این 4 دهه متوجه شدند که جمهوری اسلامی در چنین مواقعی چه نوع اهدافی رو دنبال میکنه، در چنین مواقعی به دنبال چیه. مردم با شعارهایی که دادن ثابت کردند که متحد هستند برای سرنگونی جمهوری اسلامی، از پای نخواهند نشست و این اعتراضات رو مطمئناً اگر ما در روزهای آتی ادامه بدیم، جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوبگر خسته شدن، میتونن این اعتراضات میتونه نتیجه بسیار خوبی رو برای هم مردم و حتی ممکنه برای نسل‌های بعد هم در پی داشته باشه. نکته آخر که من موضوعی که هست اینه که خب تلفن همراه به همون جوری که شما گفتین یکی از سلاح‌هایی است که جمهوری اسلامی ازش میترسه. حتی امروز ما گزارش داشتیم کسایی که تو منطقه خیابان امیرالمومنین، بازار و همون سمت بازار روز زاهدان، خیابان سعدی، این مناطق، کسایی که اونجا بودن تلفن‌هاشون رو نیروهای سرکوبگر ازشون گرفتن و بردن. این نشون میده که جمهوری اسلامی از انتشار خبر، از انتشار واقعیات میترسه و مردم بلوچ، معترضان در سراسر ایران میتونن از همین سلاح استفاده کنن، خبرها رو با رعایت تمامی اون امنیت دیجیتالی که باید داشته باشه اونا رو رعایت کرده و سعی کنند به رسانه ها، به سازمان های حقوق بشری برسونند. در داخل خود مردم میتونن سرنوشت ساز باشند با ادامه این تظاهرات و در بیرون هم مطمئناً کسانی هستند، سازمانهایی هستند که دارن فشار میارند که به هر حال این سرکوب، این کشتاری که مردم داخل شاهد هستند
به نحوی به نفع مردم تمام بشه. آقای رئیسی، خب یک مطلبی رو میخوام اینجا بیننده سوال کرده در واقع، یعنی حالا می‌خواستم خداحافظی کنم اما این از شما بپرسم، خواسته که ببینه آیا دوستان بلوچ ما در شهرهایی مثل سرباز و راسک و سراوان و چابهار و ایران شهر چگونه بودن و برخی هم خب گله کردن که دختری که مورد تجاوز قرار گرفته شده در دشتیاری، بالاخره مردم اونجا هم دیگه در این جریان نباید کوتاهی کنن. دیدگاه شما رو نمیخوام دیدگاهتون، نظرتون رو بگید. صحبتی که دوستان بلوچ دیگه بلوچ هستن میدونن که چه اتفاقی در بلوچستان در شرایطی که هست، چون از زاهدان وقتی ما شروع میکنیم یعنی در واقع از زابل که خب میدونیم 2/3 سیستان در قسمت زابل بلوچ هستن که میان تا چابهار. البته من امیدوارم که هموطنان سیستانی ما به این رشد بلوغ رسیده باشن که تا به حال علی خامنه‌ای به عنوان استان ولایت یا شهر ولایت از اینها ابزاری استفاده کرده برای ایجاد تفرقه و تبعیض. این رو بدونن که همراه همه ملت ایران قرار بگیرن، فریب امثال شهریاری و دهمرده و این جنایتکارانی که سالهاست در این سرزمین جنایت کردن قرار نگیرن، همراه همه مردم، همراه هم استانی های خودشون در بلوچستان قرار بگیرن. هموطنان بیرجندی هم شهری خود من، یزدی، کرمانی که در بلوچستانن، همراه هموطنان ایرانی و هموطنان بلوچشون قرار بگیرن، ابزار دست حاکمیت نباشن که مطمئن باشید که خدایی نکرده با آتش این حاکمیت شما خواهید سوخت. هنوز راه هست. همینجوری که ما به ملاهای خائن و افراد جاسوس میگیم که بیایید همراه بشید با مردم، توبه کنید، به این بسیج عشایری بلوچ که برخیشون جنایت کردن میگیم توبه کنید، خیلی‌ها توبه کردن، به مخبرا فلان، به شما هم میگیم ما دیگه حقیقت رو میدونیم، ولی این فرصتیه که برای خودتون و فرزندانتون از دست ندید. نگذارید این تخم نفرت و کینه و اختلافی که جمهوری اسلامی کاشته و بین سیستانی و بلوچستانی خواسته جدایی ایجاد کنه توسط عناصر پلیدی، گفتم مثل شهریاری، مثل دهمرده و امثال اون که دیگه کم نیستن این عناصر پلید که تو سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی هم هستن. حتی برخی اخبار ما دادن که اینها برای التهاب بیشتر دارن تو استان عمل میکنن. اینی که همراه هموطنان بشه. امروز روز همراهیه. ما گفتیم از هر رنگ و لباس و نژادی باید همراه هم باشید و فریبی رو نخورید که اینها ایجاد کردن. نمیدونم کجا داشتم از کجا به کجا میرفتم. آقای رئیسی آخرین مطلب رو بفرمایید تا خداحافظی کنیم از شما. موضوع اعتراضات توی بلوچستان فقط به زاهدان ختم نمیشه. ما درست اولین اعتراضات در 30 شهریور ماه در زاهدان رخ داد. زاهدان در واقع آغازگر اعتراضات در بلوچستان بود. بعدش ما شاهد بودیم در چابهار اعتراض شد، در ایران شهر، در شهرهای دیگه مثل سرباز هم به صورت پراکنده اعتراضاتی بودن. ما ویدیوها و مستنداتی داریم که مردم اعتراض کردن. منتها شکل سرکوبی که ما در بلوچستان شاهد هستیم با اون چیزی که در شهرهای دیگر، در مخصوصا شهرهای مرکزی ایران شاهد هستیم، همونطور که رفتار جمهوری اسلامی همواره مثلا تبعیض، بی‌عدالتی، تحمیل فقر و محرومیت بوده، در بلوچستان برعکس سایر مثلا مناطقی که مخصوصا در مرکز هستن این نحوه سرکوب هم متفاوت بوده. ولی با وجود این مردم بلوچ به صورت پراکنده هم اگر شده اعتراض خودشون رو بروز دادن. در شهرهای مختلف ویدیو، عکس و خیلی مطالب زیادی هست وجود داره که مردم دارن شعار نویسی میکنن. اگر نمیشه اعتراض کرد، اگر نمیشه به خیابون اومد، با توجه به اون انبوه نیروهای سرکوبگری که در خیابان‌ها هستند و مانور میدن، میشه راههای ارتباطی، راههای اعتراضی دیگری رو انتخاب کرد. به هر حال هر کس میتونه به نظر من سهم خودش رو در این انقلاب ایفا بکنه. یک هنرمند میتونه با روشی که خودش میدونه این اعتراض رو انجام بده، یک فعال دیگر، یک شهروند دیگر، همه کسانی که هستن به نظرم میتونن اعتراض خودشون رو به نحوی نسبت به جمهوری اسلامی بروز بدن و سهیم باشن در این انقلاب. و مطمئن هستم که اگر این اعتراضات به همین شکل جلو بره، نتیجه بسیار خوبی، اون چیزی که خواست اکثر همه مردم ایران هست،
رهایی از جمهوری اسلامی حتما بهش خواهیم رسید. آقای رئیسی، خداحافظی میخواستم بکنم، یاد مطلب دیگه افتادم، خصوصیه دیگه. حالا بد نیست که این سوال خصوصی رو با همه هموطنان به اشتراک بذاریم. چقدر شما بلوچ‌ها از مرگ میترسید؟ من حالا چیزی که ما داریم میبینیم توی بلوچستان روزی نیست که خبر تیراندازی، خبر اعدام، خبر کشتار توسط جمهوری اسلامی، عوامل اون ما شاهدش نباشیم، خبرش نرسه. بلوچ از مرگ نمی هراسه. یعنی واقعا اون اتفاقا شعاری که امروز معترضان در زاهدان دادن این بود که بلوچ میمیرد اما ذلت نمیپذیرد.